قصه به اونجایی رسیده بود که رستم تهمینری برد به خونه، 7-8 چرگ بشزه، بعد قرار گذاشت تو چاله کازه. میریم بقیه داستان با هم دیگه گوش میدیم. DJ Kieran. سهرابی رستم وایسادن به تو صورت همدیگه مرف بکنن. سهراب همچین که ای ششمایی تابه، الان یه گرز گران میزنم تو آبگات. رستم لختی بخندید و بدو گفت بچه سوسول، بد میچوسم بات ببرتد. سهراب گرز گران را بزد بر زمین، کشید از ته خرخره فریادی خشمگین. چو آمد زند تو سر رستم گرز را، بدو پرت کرد رستم تختف. سهراب نعره زد که ای انینه، چرنگ تو لحچری. یهو همه دیدن یه بچه تو خونه‌شون درومه، داد که ای مردم فوتبالیستا شروع شد. همه برفتن خاکر و سوباسا ببینند. سهراب و رستم که دیدن کسی به حیلی دچار کمبود عاطفه شدن، رفتن مواد مخدر استدن، معتاد شدن. تهمتن بیامد پلو رستم، بگفتا که ای مرتی که ان بود سهراب فرزند تو، نشانش هست بر تو جیبی شلوار کردیش. رستم جیبی شلوار کردی سهراب پاره که دید همون دست ملبشم که دو بچه‌ای گشتاوده اونجا هنوزم سرکی در نیارم باشه. رستم بزد فریاد بر اسفندیار که ای تخم سگ بر نوشدارو بردی بیار. اسفندیارم زنگ ز 115 اورژانسونه. کار به این کارا نداریم، سهراب از خطر مرگ نجات پیدا کرد. رستم و سهراب بعد 3 ماه رفتن AM ترک کردن. رستم با پارتی بازی توی اداره استخدام شد، سهرابم یه مغازه فلافلی 2 دهنه دم فلک شرقائم واکه. یه رو از روزا یه 206 سفید جلو دکون سهراب زرو دادمون، یه دختره میمه پایین که فلافل بستونه. سهراب بدو گفت که اسم چیه؟ دختر درمه همچین که من کزتم بی منی بیگی. سهراب آدرس کزتی گرفت که با رستم و تهمینه برن خواستگاری. وقت که رفتن تحقیق معلوم شد جانبارجان بابا کزت زندانه، باید صبر بکنن تا آزاد شه. رستم یه زنگ زد به لوک خوششانس، گفت تخم سکر جانبارجان دستگیر کردی. لوک خوششانس بدو گفت که جانبارجان بهش عفو خورده، فردی آزاد میشه. پس قرار شد فردی شب برن خواستگاری. شرطی در نیارم، سهراب و کزت با هم ازدواج کردن. بعد 1 سالم بچه دار شدن، اسمشی گذاشتن پانتا و تا آخر عمر در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردن. خب قصه ما به سر رسید. کلاغه به خونش وای میده تخم سگ اینجا کی بهت گفت بیای وسط بره ما میت کنی بری؟ آخه میدونی چی شده؟ نه چی شده؟ تو چاله کازم مرف شده. مرف چی شده دوباره؟ داداش کایکو با پدره پسر شجاع دواشون شده. باش بیا. چه بحثاتی داریم ما؟ این قصه ما میخواستیم تمومش بکنیم. من برم ببینم تو چاله کازم چه خبر، برمیگردم قصه براتون میگم. ادامه داستان با لفه بست. ندیره. احترام بگذارید.